درود دوستانی عزیز، امروز 12 می سال 2022 است. 12 می در تاجیکستان همچون روز شش مقام سرایان تجلیل می گردد. با این خاطر ما از ساکنان شهر باختر پرسان می شویم که بیشتر کدام نوع موسیقی را گوش می کنند، سرود کدام آوازخوانان را می پسندند و چرا شماره هواداران موسیقی های کلاسیکی شش مقام و فلک کم به نظر می رسد. وای شش مقام است که وای بسیار سرودی نغز گوش میکنی، فرقش نیست. از حاضر زمان من چخیل شونویسی میخونه همه گونه شی و شونویسی هم گوش میکنی؟ البته کنیش نه من وای موسیقی را بخوی البته باشه اون نغزه خیلی بیشتر مانده شش مقام معقول. شش مقام استا میخونن. بعد ای حافظو هست، ای گذشته شاعرها گذشته معنی دار هست، معقول همون برای گوش میکنیم. بس کرده گوش میکنیم. گوش نمیکنی؟ بسیارتر موسیقی خلقی یکم فیلشه بچه عموما گوش نمیکنی؟ موسیقی ما که از تاریکا گفتی همه همه داره کروشی همش گوش میکنی؟ همه گوش میکنی؟ همه نمو شش مقام هم گوش میکنی؟ ریپ هم گوش میکنی؟ نکی وای خوبه ده که فلکی فلک گوش میکنی؟ فلکی بسیار زوری ده موسیقی روسی گوش میکنم، دیگر ایرانی، بعدا موسیقی هم گوش میکنم. روسی سرود گوش نمیکنم قریبی. عموما گوش نمیکنی؟ نه عموما نه که قریبی گوش نمیکنم. دمیر بگی رحمتی بود. بعد نگینا امان قولوا خیلی کی را گویم شبنم شعرهای سرودهای پامیری کشه شبنم سرودهای پامیری را بسیار من بخشیده حافظهای حاضر اونقدر ناموشون نمیدارم. من بیشتر زبان از حافظهای روس یوری شتونوفا شهرام یادم باز روز رالی عبدالله ناظری، ظفر نازیم، انا جورابک مراد همیارا ما گوش میکنیم. اکو خیلی بگم همه عرصه که شش مقام خوندن همش من معقول گوش کردن میخواهم. رالی همش ناز میخونم. از استاد دولتمند خالق، استاد عثمان حیدر، استاد زنده‌یاد آدینه هاشم، ظفر نازیم و غیره بسیاری در دولتمند خال بلیچ کوای دولتمند خال آوازخوان‌های انا بوریس دولتوف، بوریس عثمانوف بخشش. نامشون نمیدونی؟ نه خیلی روسی سرود گوش نمیکنم نمیدونم. برای که چون که شش مقام‌های حاضر مانند پیشتر نیست. وقتی که احمد باباقلوف میخوند که راحت میکردی و یا برای خیلی من گویم و یا حقیقتاً ادریان به زبان روسی بگیم و طبیعتاً آوازخوانی که به یگان فناگرام میخونده. اگه خیلی شوقه او گوش میکنن اگه اون سفیده بوده مثلا او دعوای پیر خیلی هر انسان هر خیلی مثال انا یک کس هم مثال وای حافظ میفره وای شاید دیگه حافظ میفره خیلی کم شده است که ما هم عمرمون رفت دیگه وازی سورمی نشیده است گیتار پیتر همی خیلی شده است همه خیلی چی شده است نویگریده خیلی ذوقی مردم وابسته ذوقی از جوانو ذوقشون با استرادا میگن چی میگن با همون برای همون ذوقی اونها با شش مقامی پاس دیگه است ریپ دیگر با فکر من که همین چخیل بگم فرهنگ بیگانه به جامعه تاثیری بزرگ کرده است همین یک چخیل بگم مود آمده ایستاده است که انسانیت همین چیز طلب میکند. مقصد چیزایی که ما در جامعه خودمان داریم، سرودهای خلقی داریم، از قبیل فرهنگ لباس پوشی مقصد ملی داریم، اینها واپشه دیده نمیشه عین زمان. من فکر میکنم که شاید که همین تاثیرش در همین باشه. گفته جوانه فقط همین چی میگن؟ چی میگن؟ فلکی میگن؟ ریپ ولی معنی هم نداره.
خیلی برای جوانان های برای مسفیدون نه من شش مقام و این فلک فضاق ندارم. خیر کد نسل نورس علاقه دیگه ترقیات رفته است دیگه چیو را نمیبینم ما که پیش وقت همی بارا گوش میکردیم همی هم ماده معقول فلک هم معقوله ماده شش مقام هم معقوله خیلی جوان ها بود چی خودشان دارد و ممکن باید هم رفته با ما همه شش مقام و با همه فلکی ها را معقول کنن